اخیراً دادگاه ناحیه شهر توس ولایت ختلان یک ساکن جوان این ناحیه را که از راه به سوریه پشیمان شده برگشته است از جوابگری آزاد کرد. پرویز نبیف در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که زمانی در مهاجرتی کاری در روسیه بودنش توسط مبلغان اینترنتی جهاد به ترکیه راه یافت. بعد 50 روز تحصیل در مدرسه امام بخاری این جوان درک کرده است که آنها را برای شرکت در جنگ‌های سوریه آماده می‌کنند و تصمیم گرفت از راهش برگردد. پدر پرویز که پیوسته با پسرش در تماس بوده است با تقاضای مقامات امنیتی تاجیکستان از او همیشه طلب می‌کرد که برگردد. او مصلحت می‌کردیم با خودمون رفته عرض کردیم شکایت کردیم بچه ما خیلی شکایت کردیم اما مصلحت شکایتی من هر یک تلفن میکرد بود پسر گشته بیا که میگفتیم دعوت میکردیم مقصد که شما در راه خطا رفتید گفته هم خیلی 5-6 ماه در موبایل گذشت من بعد گشته آمده است من مثلا پیمان کردم. سرگذشت‌های جوان از راه جنگی بیگانه برگشته را از زبان خود پرویز نبیف در یک صحبت ویدیویی همکارم در ختلان آرزوی کریم بشنوید. او را از مسکو چگونه دعوت کردن به سوریه؟ ما از طریق اینترنت رفتیم در اونجا مثلا گفتن که روی الله روی حق است. ما نکی دعوت او رو گوش نبودیم فقط دعوت هم روی گفتن که روی الله هست روی چه شهید شوی اجرش کامل است مثلا ما گوش کردیم. بعد در اونجا رفتیم مختمون سوال کردیم مثلا سوال کردیم گفتن که اونجا گفتن که اونجا میره مقصد به رحم و شفقت ای طرف کودکورا خورده است کامل زن است میکشه همش قتل میکنه. بعد شهید شده همسر در بازوری شاید چه میتیاد با یک مجاهد میگه به مجاهد دیگه میتیاد مقصد که میگه ما همراه گوش کردیم و فهمیدیم بعد ما ای چی ما گشتیم ای مقصد ما گشتیم بعد ما گفتیم در ترکیه میخونیم نمیریم اینجا. بعد با گفتن که مایل نک پاسپورت دست بودم بعد ما را دیگه هیچ چی نگفتن تا برکت بردن بعد در راه ملیسای ترکیه در دستگیر کردن. یعنی که شما برای ثواب گرفتن میرفتید؟ در اونجا گفتن که مقصد اونجا راهتون من اجرت چیکارون نه مقصد جنتی میشتون روی حق است روی الله است مقصد راهتون جهاد کنید کشتن یهود است کافر است میفته به ما را میگفت شیعه گفته کشتن میگفتن. بلیطای شما را مسکو به ترکیه کی خرید؟ حسین گفته که شخص من رو خرید که حسین قاری حسین. این قاری حسین هم از شهر توس به توجه میدونن. الان در کجا است؟ الان در سیزو است. در سیزو قربان تپه؟ آها بازداشتگاه قربان تپه. یعنی که او رو عفو نکردن؟ نمیدونم که در سیزو شده دیگه. همراه شما هم دو جوان دیگر از شهر توس بود اینا کجا شدند؟ بعد از ما رو در ایدین بردن اما درکدار نیستن. درکدار نمیدونید کجا هستن؟ نمیدونم کجا رفتن. اونا کی بودن نام حسابشون نمیتونید گفته؟ زهیر فاروق و قراخان دیلار. چی شد که شما پشیمان شدید همین که زنی شما رو بعد از مرگتون دیگه کسی میگیرد و همین چیزا؟ همون بعد در وقت جنگ میفتن به رحم و شفقت میشویتون واسه قتل میکنتون خورده کلون همش ای طرف بعد ما ایچه ما گشتیم. یعنی شما زن نداره دولی؟ نداریم زن داریم. زن دارید. زنتون با خودتون بود؟ نه با خودم نبود اینجا زن. اینجا بود. فرزند نداره؟ داریم فرزند. چند فرزند؟ یک فرزند. یک فرزند. شما پیش از اونه که برای راه اسلام رفتید و گویا که شهید می شدید فکری بچه‌تون و همسرتون نکردید؟ نه وقتی که ما هم دعوت رو گوش میگم چه خیلی که آدم عقلش گم کرده دیگه دامرا گرفتار شدیم دیگه. یعنی فکر نکردید؟ نه چه خیلی که هم دعوت رو گوش میکنی هیچ دیگه فکر نمیکنی. شکل پره‌ای این مصاحبه در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دسترس است.